این یه شغل جالب هستش که خیلی‌ها میتونن از این راه به درآمد برسن. اگه توی روستا، باغات و یا منطقه توریستی داری زندگی میکنی، خیلی راحت با بسته‌بندی چوب و فروش اون میتونید به درآمد برسید. نیازی نیست که ابزار و وسایل خاصی برای بسته‌بندی تهیه کنید. البته خوبه که بسته‌بندی شیک و جذاب باشه که مشتری پسند بشه. این بسته‌های چوبی مخصوص باربیکیو و کمپینگ همیشه جزء ضروریات سفرها و پیکنیک‌ها هستن. خبر خوب اینه که درست کردنشون نه نیازی به مهارت خاصی داره، نه سرمایه زیاد. اولین قدم پیدا کردن چوب‌های خشک و مناسب از باغ، جنگل یا حتی دورریزهای کارگاه‌های چوب‌بریه. چوبا باید به اندازه‌های استاندارد برش بخورن تا مناسب استفاده باشن. بسته‌بندی شیک و ساده هم که خودش باعث جذب مشتری میشه. این بسته‌ها رو میتونید به راحتی به سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های لوازم کمپینگ یا حتی آنلاین بفروشید. سایت‌هایی مثل دیوار یا اینستاگرام برای شروع عالی هستند. برای هر بسته شاید نهایتاً 5000 تومان هزینه کنید و بتونید با قیمت 20 یا 30 تومان بفروشید. این یعنی یک حاشیه سود عالی. این کار میتونه شروع یه درآمد دوم عالی باشه. فقط کافیه شروع کنید و خلاق باشید. اگه تجربه‌ای تو این زمینه دارید، کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو دنبال کنید. ممنون از اینکه با ما بودید.